سرخط مهمترین خبرها: پلیس شوهر بلاگر را 7 روز حبس کرد. رحمت الله و از انتقام شوهرش می‌ترسد. وزارت کارهای خارجه اظهارات دیپلماتی روس را رد کرد. و بعد حمله کراکرز و بیکار شدن نظام بی‌روادید به ترکیه، تاجیکستانی‌ها دیگر به کجا روند؟ درود بینندگان عزیز، تازه ترین خبرهای تاجیکستان و جهان را از استودیوی دوشنبهگی رادیوی آزادی تقدیمتان میکنیم. امروز 14 ایون است و ساعت در دوشنبه 10. پلیس شهر دوشنبه خبر داد که شوهر رخشانه رحمت الله و بلاگر شناخته تاجیک را بازداشت و جزا داده است. رخشانه رحمت الله و که با تخلص صافی در اینستاگرام صفحه دارد، روز 12 ایون شکایت کرد که از ترس لطوکوب شوهرش از خانه فرار کرده است. او در صفحه‌اش نوشت که در جای پنهان شده است چون شوهرش تهدید کرده است که او را میکشد. ریاست وزارت کارهای داخلی در شهر دوشنبه 13 ایون خبر داد که شکایت بلاگر را تحقیق و امید رحمت الله شوهر 34 ساله او را بازداشت کردند. در خبر ریاست گفته می شود که میان این دو جفت نافهمی‌ها جای داشته است و امید رحمت الله با قرار دادگاه ناحیه شاه منصور برای حقوق ویرانکنی مأموری 7 شبانه روز حبس شده است. مقامات ادعای رخشانه رحمت الله و در مورد خشونت و لطوکوب و تهدید به کشتار را تصدیق نکردند، ولی گفتند که چنین حادثه‌ها فرجام فلاکت بار دارند. این بلاگر بعد نشر خبر حبس شوهرش گفت ترس دارد که بعد از آزادی شوهرش از او انتقام میگیرد، در حالی که نظر شوهر رخشانه رحمت الله و تا این دم معلوم نیست. این بلاگر در صفحه اینستاگرامش گفته است عذاب و عقوبت شوهرش را چند سال طاقت کرد ولی وضع اصلاح نشد. شکایت بلاگر در شبکه‌های اجتماعی واکنش‌های زیاد را به میان آورد و چند کاربر از مقامات خواسته بودند که قضیه را تحقیق کنند. وزارت کارهای خارجه تاجیکستان اظهارات یک دیپلمات روس را رد کرد. زمیر کابولف، نماینده ویژه پرزیدنت روسیه در امور افغانستان، 11 ایون به خبرگزاری ریا نووستی گفته بود تاجیکستان به برقرار کردن کار گروهی سازمان همکاری‌های شانگهای افغانستان مخالفت کرده است. این مسئله به گفته زمیر کابولف روز 20-21 می در جلسه شورای وزیران کارهای خارجی اعضای سازمان همکاری شانگهای در شهر استانه بررسی شد. 2 روز پس از این اظهارات یک دیپلمات وزارت کارهای خارجی تاجیکستان اظهارات زمیر کابولف را رد کرد و آن را ناصحیح اظهار شدنی موقع تاجیکستان نامید. احمد سعید مرادزاده، هماهنگساز ملی تاجیکستان در امور سازمان همکاری‌های شانگهای، در پاسخ به خبرگزاری آزیا پلوس نوشته است دوشنبه همیشه به ضرورت بررسی مشکلات افغانستان تاکید می‌کند. در رابطه با گروه رابطه باشد تاجیکستان هیچگاه ضد برقرار شدن این مکانیزم اظهار نظر نکرده است، نوشته است سعید مرادزاده. نماینده وزارت کارهای خارجه تاجیکستان تاکید کرده است که کشورش در جلسه استانه پیشنهاد کرد که در این مرحله کارشناسان بررسی مسئله افغانستان را در دایره دولت‌های عضو این سازمان آغاز کنند. مقامدار وزارت از زمیر کابولف انتقاد کرده است که محتوای جلسه را که خصوصیت مخفی دارد فاش کرده است. از این رو در دوشنبه به چنین اظهارات دیپلمات روس اعتبار نمی‌دهند، علاوه می‌شود در پاسخ احمد سعید مرادزاده. افغانستان از سال 2012 در سازمان همکاری‌های شانگهای مقام ناظر را دارد، اما بعد دوباره سر قدرت آمدن طالبان نمایندگان این گروه در جلسه‌های سازمان شرکت نکردند. دوشنبه از منتقدان سرسخت طالبان است، هرچند بعد قدرت گرفتن آنها فروش برق و دادگرفت با افغانستان همچنان ادامه دارد. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا و ولادیمیر زلنسکی پرزیدنت اوکراین توافقنامه امنیتی 10 ساله را میان واشنگتن و کیف امضا کردند. امضای سازشنامه 13 ایون در حاشیه نشست گروه 7 در ایتالیا صورت گرفت. رهبران دو کشور امضای این سند را مرحله مهم در روابط آمریکا و اوکراین گفتند. زلنسکی سازشنامه امنیتی را پل برای پیوستن اوکراین به ناتو نامید. در این زمان رئیس جمهوری اوکراین در نشست خبری مشترک با همتای آمریکایی‌اش گفت در سازشنامه واضح و روشن گفته شده است که واشنگتن برای پیروزی اوکراین در جنگ پشتیبانی می‌کند. زلنسکی همچنین گفت در سند امنیتی مسئله تامین سلاح کافی، استحصال مشترک و رشد صنعت دفاعی اوکراین خیلی مشخص ذکر شده است. جو بایدن در حضور خبرنگاران گفت 5 کشور به ایالات متحده وعده دادند که برای اوکراین موشک‌های پاتریوت و دیگر سیستم‌های دفاعی هوایی می‌دهند، اما رئیس جمهوری آمریکا از این کشورهایی که باید برای اوکراین سلاح دهند نام نبرد. آمریکا و چند کشور دیگری غربی بعد تجاوز روسیه به خاک اوکراین به کیف سلاح و مهمات جنگی می‌دهند. برمیگردیم به خبرهای تاجیکستان. پس از حمله به کراکرز، کار و زندگی مهاجران تاجیک در قزاقستان و روسیه سخت شد.
ترکیه محل کار تجارتی تاجیکان نظام بی‌روادید را بیکار کرد. ایران هنوز سفر بدون ویزا را برای تاجیکستانی ها اجازه نداده است چون سازشنامه در پارلمان آن کشور امضا نشده. چه راه دیگری مانده است؟ تاجیکستانی ها برای کار باید به کجا روند؟ مسئولیت حکومت در این لحظه ها چیست؟ چی کار کنیم که چنین حالت ها کم شود و ایمیج تاجیکستان در سطح منطقه و جهان بهتر گردد؟ همکارم شهلای عبدالله نظر ساکنان را در خیابان‌های دوشنبه در همین باره پرسید. البته یک سوال خیلی پیچیده است. یعنی اگر همون اتفاقاتی که در اون کشورها افتاد، حالا تصور کنید که اگر در کشور ما هم اتفاق می افتاد، ممکن بود که همین رویکرد رو دولت ما پیش میگیرید و دقیقاً کاری درستی هم به طور طبیعی اگر حرف بزنیم کاری درستی هم انجام میدن. یعنی برای امنیت کشورشون، برای امنیت شهروندانشون کاری خیلی درست رو انجام میدن. ولی در مورد اینکه اونا چه گزینه‌هایی دارند، این پرسش هم یکم چالش برانگیز است. از این منظر که حالا سال‌هاست که ما بر روسیه مهاجرای ما به اونجا به این کشور سفر میکنند و تا جایی که من اطلاع دارم نزدیک 40 تا 45% بودجه دولت هم از این پول است که مهاجرا میفرستانند. به خاطر همین از این نگاه در جستجوی گزینه‌های جدید بودن و زود خلاصه کردن این که ما میتوانیم یک جایگزین خوب و مناسب تر به جای روسیه پیدا کنیم، حداقل در شرایط فعلی من گمان نمیکنم که یعنی قابل قبول باشد. اروپا بیشتر اروپا نهادگان اما حرکت اروپا کدیسیان کو اروپا خوبتر است دیگه. من خواهم میکنم اروپا خوبه. اروپا رو گرچه که بسیار کشمکش‌های دنیایی رفته ایستاده است، در اروپا هم باشد، در امریکا هم باشد، در تمام جا دولت‌های بعد خودت هر چی که خواهند کرده ایستاده. ما خیلی ما با یک گرچه که بسیار ملتی تاریخ ما بلند است، اگر فرهنگ بلند باشد با تربیت باشم چرا نه؟ در تمام جهان کار کردن ممکن است. همون چیزی که در آنجا کار میکنند همون جبه استحصال شده است از همه محصولات ها. همین جبه ما همون کار کنند میشد کار کنند. شهرونده روسیه اهمیتی انا بعد نه پرسته روسی کته و یا غلام میگیرن دستشون بس میمونن تمام. من خدا ما یک تا جانم رفته دیگه آمده نمیتوندم. اومد به جوابم نمیتن. ویگرازین خیلی فلان جواب روید هم خیلی شما راست ویگرازین رسید و دوباره سوزیت رسید. همه آدمی کار میکرده که همینجا کار میکنند. альтернатива ندارن برای که ویا خواهش در اینجا کار بکنن میشوند. کار بسیاره. Просто они не хотят здесь работать, потому они зарубежно работают. Вроде по поводу этого я... Барой Кивай, как сказать, зарплаты чуть поменьше зарубежно по поводу этого. مسئولیت حکومت البته خودشون میدارن، ما گفتن نمیتوانیم. اینه که وای سیاست دولتی است و ما شهروندان هم میتوانیم گفتن که برای ما خیلی حرکت دارن لیکن حاضرم باشد که خیلی ماجرای ما در روسیه کم ترکه بسیار وزمین است گذشتنی سرحد جای زندگانی باششون بسیار. اگر تا زبانی آنها را نقض ندانند، قانونهای روسیه اگر نقض از خود نکنند، در آنجا کار کردن بسیار مشکل است. برای همین سالهای آخر از سالهای گویم 90 این طرف تا سالهای 2020 هم گویم اگر خطا نمیکنیم تربیه ما بسیار چی شدگی بود، استشدگی بود. تربیه گویم که خاندانم تربیه مکتبی هم خیلی حاضر نظر به پیشتر حاضر 10 ساله آخر کم ترکک بهتر است. بینندگان عزیز، اگر شما هم در این باره نظری دارید لطفاً در زیر برنامه نویسید.
وزارت مالیه آمریکا خبر داد که ضد 2 شرکت خصوصی قرقیزستان تحریم جاری کرده است. در وزارت گفتند جمعاً علیه بیش از 90 شخص حقوقی و واقع روسیه، بلاروس، بلغارستان، قزاقستان، قرقیزستان، صربستان، آفریقای جنوبی، ترکیه و امارات متحده عربی تحریم اعلان کرده شده است. به اطلاع وزارت مالیه آمریکا، بر روی خط تحریم شده های آمریکا از قرقیزستان شرکت‌های نووا پروژکت و ترانزیت سرویس بیشکک شامل گشتند. وزارت مالیه آمریکا میگوید شرکت نووا پروژکت را شهروند روسیه دیمیتری علیخانوف برای دور زدن تحریم ها استفاده کرده است. او توسط این شرکت دستگاه خریداری کرده به روسیه انتقال داده است. تسبه که در ولایت چوی قرقیزستان ثبت نام شده است با تجارت مشغول است و رهبری آن سرگئی کارپوکو می باشد. شرکت سال 2023 از قید دوباره گذشته است. بخش یک روز تاریخ را در تقدیم همکارم خیرامان بقازاده تماشا کنید که مهمترین واقعه‌های تاریخی در روز 14 ایون را فرا می‌گیرد. 14 ایون سال 2011 خبرنگار بخش ازبکی BBC اورونبو عثمانوف با اتهام همکاری با سازمان ممنوع حزب التحریر بازداشت شد، ولی خود او و سازمان‌های ژورنالیستی اتهام او را بی اساس نامیدند، چون که او برای اجرای فعالیت‌های کاری‌اش به جوابگری کشیده شد. بعد چند ماه عثمانوف بر اساس قانون عفو از پیگرد قانونی آزاد گردید. 14 ایون روز جهانی دونور است. سازمان ملل متحد این روز را مخصوص برای بالا بردن آگاهی مردم از کمک به نیازمندان خون تأسیس داده است. در تاجیکستان سال 2019 بیش از 90,000 نفر نیازمند به خون از 50,000 دونور استفاده کردند. 14 ایون سال 1946 در شهر کابل ستاره هنری موسیقی احمد ظاهر چشم به دنیا گشود. او در موسیقی زمانوی افغانستان انقلاب برپا کرد و برای رشد موسیقی ملی زمانوی در تاجیکستان هم تاثیرگذار شد. صدها آهنگ و ترانه‌هایی که در 33 سال عمرش ایجاد کرده است، امروز هم به فوند طلایی موسیقی ملی تاجیک داخل می‌شوند. صبح امروز در بانک تجارتی تاجیکستان 1000 روبل روسیه به 117 سومانی برابر است. 100 دلار آمریکایی باشد تا 1078 سومانی ارزش دارد. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای امروز چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز، این آخرین برنامه نوی در هفته روان بود. در روزهای استراحت سامانه رادیوی آزادی با نشان آزادی.org با خبرهای تازه در خدمت شماست. پیشاپیش تمامی مسلمانان کشور را با فرارسی عید قربان تبریک میگویم. تشکر که با رادیوی آزادی هستید.